میبینیش دنیاییه، پول نشته باشی همینم بهت نمیدن. که دنیای کثیفیه. نه پسر، دنیا کثیف نیست، آدماش کثیفن. این آدمه که اگه پول نشته باشی بهت پشمش هم نمیده، ولی طبیعت، یا بهتر بگم همون دنیا، این همه چیز رایگان در اختیارت قرار داده. برای مثال اون بالا رو نگاه، یه چشمه آب هست که آبش زلال و پاکه و استفاده ازش کاملا رایگانه و همین الان میتونی ازش استفاده کنی. اون بالاتر چند تا درخت هست که درختاش پر از میوه است و استفاده از اون میوه ها کاملا رایگانه و میتونی همین الان بری هر چی خواستی میوه بخوری. طبیعت دور و برت رو نگاه، کاملا رایگانه. اکسیژنی که مصرف می‌کنیم و تنفس می‌کنیم کاملا رایگانه. دنیا این همه چیز رایگان در اختیارت قرار داده. پس دنیا کثیف نیست، آدماش کثیفن. انسان یه تیکه کاغذ بی‌ارزش رو تبدیل به پول کرد. یه تیکه کاغذ بی‌ارزش، ولی همین تیکه کاغذ ببین انسان‌ها رو تبدیل به چی کرده؟ یه هیولا.